چند بانک تاجیکستان اعلام کردند که از روز 3 دکبر انتقال پول تنها طریق نظام یونیستریم ممکن است و خدمات دیگر نظام‌های انتقال پول موقتا قطع می‌گردد. این کار در پی یک تصمیم بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد که گفت از روز 3 دکبر نظام نو انتقال پول به کشور به کار شروع می‌کند و تنها آن نظام‌های انتقال پول حق دارند در تاجیکستان فعالیت کنند که به این مرکز نو بپیوندند. تا این دم شبکه‌های انتقال پول مستقلانه با بانک‌های تجارتی کشور کار می‌کردند. در سامانه بانک ملی در رویخط نظام‌های پرداختی که حقوق انجام دادن عملیات انتقالی را در قلمرو تاجیکستان دارند نیز تنها نام یونیستریم ذکر شده است. بعضی از کارمندان بانک‌ها میگویند یونیستریم درصد خیلی کمی پول‌ها را به تاجیکستان انتقال می‌دهد و به گفته آنها اکثر پول‌های وارداتی به تاجیکستان از جمله پول مهاجران به واسطه نظام زلطه کرانه صورت می‌گیرد. تا حال این شبکه بین المللی اعلان نکرده است که به نظام ملی انتقال پول در تاجیکستان می‌پیوندد یا نه. مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند هدف از تأسیس نظام ملی انتقال پول فراهم کردن انتقال زود به خطر و ثابت پول در شکل غیر نقدی میباشد. مسئولین نظام‌های پرداختی در روسیه از شرح مسئله خودداری میکنند، ولی بعضی از رسانه‌های روسی نوشتند گفتگوی مسئولان نظام‌های پرداخت با مقام‌های بانک ملی تاجیکستان بر سر پیوستن به نظام نو انتقال به بنبست رسیده است. انجمن ملی پرداخت‌ها در روسیه نیز از تصمیم بانک ملی تاجیکستان انتقاد کرده گفته است این تصمیم با بعضی از مقررات‌های قانونگذاری روسیه مخالفت دارد. در این قضیه تأسف‌آورش این است که شهروندان تاجیکستان ضرر می‌بینند. در این حالت شهروندان از خودخواهی جانب‌ها و عدم خواهش تنظیمگری ساحه، یعنی منظور بانک ملی و نظام‌های انتقال پولی روسیه برای گذشت به یکدیگر زیان می‌بینند، چون که برای نظام‌های انتقال پولی شکلی که تاجیکستان پیشنهاد می‌کند ریسک نقض قانون‌های روسیه را در پی دارد. در 9 ماه سال روان طریق نظام‌های انتقال پول به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستاده شده است. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.